سلام، من احسان اصنعشری هستم و اینجا کانال یوتیوب آموزش اندودانتیکس من هستش. با جلسه دوم درمان مجدد غیر جراحی در خدمتتون هستیم. در جلسه قبلی در مورد اتیولوژی های شکست درمان ریشه با هم دیگه صحبت کردیم و امروز بریم ببینیم که ارزیابی های قبل از کارمون، ایندیکیشن و کنترا ایندیکیشن، و حالا یه بخشی از شروع درمان مجدد رو هم در قسمت دوم براتون توضیح خواهم داد و بقیه میماند برای ویدیوهای بعدی. خب ما بیماری که بهمون مراجعه میکنه میخوایم ببینیم که چه چیزی رو اول بایستی درش بررسی بکنیم. اجازه بدید که با بررسی اکستراورال و اینتراورال شروع بکنیم. طبیعتاً اولین اتفاقی که میفته و اولین چیزی که ما در مواجهه با مریضمون باش برخورد میکنیم بررسی وضعیت‌های صورتش هستش. بعضی وقتا در واقع با همون نگاه اول مثل این تصویری که اینجا ملاحظه میکنیم ما متوجه میشیم که احتمالاً با دندون نیازمند RCT یا RCT اولیه یا RCT مجدد مواجه هستیم. بعضی موقع ها لازم هستش یه لمسی هم انجام بدیم و به هر حال جزء پروتکل درمانیمون این هستش. بعد از اون در واقع بعد از اینکه معاینات خارج دهانی و داخل دهانی رو دیدیم احیانا تورمی اگر ملاحظه نکردیم حتما باید دست به پروب بشیم و یه بررسی پریودونتال انجام بدیم. دقت بفرمایید بحثمون بحث اسسمنت و اینا نیستش، نمیخوام با اینا خستتون بکنم، ولی یه چیزی گفتن شاید اینجا ضرری نداشته باشه. خیلی وقتا یه پروب خیلی کوچیکی میتواند به ما در واقع از یک تشخیص غلط برامون جلوگیری بکنه. به فرض مثلا در این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید همونطور که می‌بینید پروب تقریبا کل اون 10 میلیمترش داخل رفته. بقیه مواجه دندون‌های مجاور، سمت‌های دیگه دندون پروبینگ نرمال هستش، ولی در سمت لینگوالش این دندون کانین در واقع دچار پروبینگ عمیق واحد هستش. خیلی وقتا اینا نشون دهنده چیزای دیگه‌ای هم به ما هستن. مثلا شاید این دندون دچار ورتیکال روت فرکچر هستش، یعنی این پروبینگ واحده ما رو میرسونه به اینکه ما ممکنه با یک ورتیکال روت فرکچر طرف باشیم و اگر ما اینو به درمان مجدد بکنیم اصلا در واقع تغییری در حال بیمار اتفاق نمیفته و نهایتا این دندونی که ورتیکال روت فرکچر براش اتفاق افتاده محکوم هستش به کشیدن. به این معنی نیست حرفم که هر پاکت منفردی میتواند ورتیکال روت فرکچر باشد، ولی یک نشونه خیلی مهمی هستش. من اجازه بدید که همینجا نحوه درمان این دندون رو بگم. طبیعتا من در رادیوگرافی های عادیمون و حتی سیریسیتیمون ممکنه که ورتیکال فرکچر به طور واضح نبینم، مخصوصا اگر که در مراحل اولیه باشه. من برای این دندون اگر که شک داشته باشم که آیا این یک فیستول هستش یا یک پروبینگ ناشی از ورتیکال روت فرکچر، درمانم رو در 2 جلسه انجام میدم، کلسیم هیدروکساید در داخل کانال قرار میدم و نهایتا اگر این فیستول خوب شد درمانم رو تکمیل میکنم. ولی اینکه این پروبینگ رو انجام ندیم، یه زایعه‌ای حالا تو ناحیه اپیکال هست یا در مجاورت ریشه هست و بیام انجامش بدم و بره، خب یه هزینه به بیمار تحمیل شده، زمان بیمار گرفته شده، تایم مطب خودتون گرفته شده و در واقع شما یک بیمار شاکی بر خودتون درست کردید و بیمار میتواند که در واقع از شما نارضایتی داشته باشه به خاطر درمان اضافی که انجام داده. پس اینو اینجا به عنوان پرانتز گفتم که در واقع اهمیت این پروبینگ رو بهش اشاره داشته باشیم. به عنوان یک مثال پرکاشن رو انجام میدیم، بایت تست رو انجام میدیم، پالپیشن رو انجام میدیم. اینا توی اینکه یادتون باشه ما همیشه به بیماران میگم ما اگه بریم از سر خیابون 10 نفر رو به صورت رندوم بیاریم، احتمالاً از این 10 نفر حداقل 7-8 تاشون درمان ریشه های ناقصی دارند که خب فعلا دارن به حیاتشون ادامه میدن. اگر بیمار با درد به شما مراجعه میکنه ممکنه با 2 تا 3 تا دندون مواجه باشید که نیاز به درمان مجدد ریشه دارن و ایناست که به ما کمک میکنه که ما بیایم و این در واقع کارهای تشخیصی هستش که به ما کمک میکنه که ما بیایم و دندون مورد نظر قشنگ پیداش بکنیم. پالپ وایتالیتی تست ها رو توصیه میکنن که انجام بدیم. اولا برای اینکه متوجه بشیم دندون های رود کانال نشده کناری احیانا عامل ایجاد درد و ناراحتی بیمار نباشن و البته یادمون باشه اصولا تستای مثل سرما و گرما توی دندون هایی که رود کانال شدن اول حتی رود کانال ناقص معمولا اهمیت زیادی ندارن، یعنی چیز خاصی رو به ما نشون نمیدن، ولی گوشه ذهنمون باشه بعضی مواقع ممکنه تک و توک در میست کانال ها شما دندون هاتون به سرما یا گرما واکنش نشون بدن. یعنی دندون رود کانال شده، فرض کنید دندون شیشه بالا این بیتوش میست شده و بیمار میگه که من هنوز به سرما حساس هستم. خیلی کمه این داستان، ولی اینو تو گوشه ذهنمون داشته باشیم. این به معنی نیستش که هر دندونی که رود کانال شده دیگه اصلا انگار نه انگار هیچ سرمایی رو
یا هیچ گرمایی رو احساس نمیکنه. بعضی مواقع هستش که مخصوصا تو اون مراحل اولیه پس از درمان ممکنه هنوز یک کانال ویتالیتی خودش رو حفظ بکنه و به تست‌ها واکنش نشون بده. بنابراین این تست سرما و اینا از این نظر اهمیت داره. بررسی‌های رادیوگرافیک هم هستش که مهم هستش. رادیوگرافی چیزای زیادی بهمون نشون میده، اینکه پوسیدگی وجود داشته باشه، عود پوسیدگی در زیر ترمیم‌ها وجود داشته باشه، سلامت پریودونتالمون به چه وضعیتی هستش، ابچورشنمون خوبه، میز کانال وجود داره، فایل شکسته، وضعیت پرآپیکال پرفوریشن وجود داره، فرکچر وجود داره، ریزورپشن و اینکه آناتومی دندون دیگه همون کاری که بر هر چیزی ما انجام میدیم. یه مقدار شاید لازم باشه که ما دقت بیشتری رو انجام بدیم در بررسی‌های رادیوگرافیک برای دندون‌هایی که نیاز به درمان مجدد دارن. حالا ایندیکیشن درمان مجدد وجود داشته باشه. هر گونه رادیولوسنسی پرآپیکال میتواند که نشون دهنده نیاز دندون به زایه پرآپیکال باشه. یه ذره البته چیزی داره اینجا، یک در واقع جمله تکمیل کننده این داره. من اول باید ببینم که این دندون کی روت کانال براش انجام شده. طبیعتاً دندونی که 2 ماه پیش براش روت کانال انجام شده و زایه پرآپیکال داره، این تو مرحله هیلینگ هستش، نیاز به درمان مجدد نداره و تقریبا 6 ماه هم زمان میبره تا این زایه از بین بره. از این بابت اولین سوالی که از بیمارمون میپرسیم این هستش که خب کی این رو انجام دادی؟ پس حضور زایه پرآپیکال به شرطی که زمان کافی از زمان درمان اولیش گذشته باشه نشون دهنده اینه که این دندون نیاز به درمان مجدد دارد، چه دندون علامت دار باشد چه دندون علامت دار نباشد. پس حضور زایه پرآپیکال این رو به ما نشون میده. بیماری که حساسیت به دق داره، تو پرکاشن درد داره، حتی اگر ظاهر روت کانالش مناسب باشه، حتی اگر زایه پرآپیکال نداشته باشه، دندونی که حساسیت به دق داره یعنی یه خبری توی ریشش و توی فضای پرآپیکالش هست، شاید هنوز فرصت نکرده که زایه پرآپیکال تشکیل بده، شاید استخوان کورتیکال روی اون دندونا اونقدر ضخیم هستش که توی رادیوگرافی معمولی دیده نمیشه. پس ما این حساسیت به دق و به تبع اون حساسیت به لمس رو بایستی جدی بگیریم. اپیکال پین تو پرشر همون حساسیت به لمس میشود. فرمگیری فیستول، همه چی اوکیه، بیمار درد ندارد، روت کانالش خوبه، همه اینا هست، ولی فیستول داره. این نشان دهنده شکست درمان ریشه هستش. این که من بیام به مریض بگم حالا برو یه دوره آنتی بیوتیک بخور، بله تو میره یه دوره آنتی بیوتیک میخوره، این در واقع قرمزی هم ممکنه یه ذره کم شه، ولی 1 ماه بعد 2 ماه بعد یا مدتی بعد 2 مرتبه برمیگرده پیش ما و 2 مرتبه این دندون نشون دهنده این هستش که ما باید درمان مجدد رو براش انجام بدیم. دیگه این بعدیش دیگه کاملا مشخص هست، تورم هستش در نواحی بافت نرم اطراف دندون. و نهایتاً نکته خیلی مهم، دقت بفرمایید این دوتا دندون رو، دندون حالا هم 5 هم 6 هم 7، روت کانال های ناقصی که ما هیچ تغییری در ناحیه پرآپیکالش نمیبینیم، نه تو این نه تو این، شاید یه ذره اینجا ما یه شروع شکلی یک زایه رو میبینیم. بیمار درد داره؟ خیر. بیمار مراجعه میکنه به ما و میگه که این دندونم شکست، مثلا 7، این ترمیمم شکست، قبلا روت کانال کردم 10 سال پیش شکسته. شما نگاه میکنی میبینی که خب این دندون بعضی پوستگیش برداشته بشه و احتمالاً نیاز به کران داره. رادیوگرافی میگیری میبینی که روت کانال ناقص هستش. پرآپیکال رو میبینی زایه نداره. یه 2 تا 4 تا ممکنه در ذهنتون اتفاق بیفته که خب 10 ساله که زایه نداده، خب این میخواد زایه بده، تا حالا داده بود دیگه، پس بذار من با همین وضعیت اینو ترمیمش بکنم یا کرانش بکنم. یادتون باشه این که دندونی 10 سال زایه نداده به دنبال روت کانال ناقص تضمینه این نیستش که بعداً هم زایه نده. هر تغییری، ببینید تاکید میکنم روی این کلمه، هر تغییری در رستوریشن تاجی این دندون بخواید بدید، بایستی درمان مجدد ریشه رو براش انجام بدید، بعد اون تغییر رو روش انجام بدید. وقتی میگم هر تغییری، منظور از این هستش که از یک طیف، یعنی بگید یه کامپوزیت بگذارید، یه ریپیر انجام بدید، یا اینکه بیاین نه قشنگ بتراشید دندون رو آماده کرام بکنید، این در این بازه هر تغییری قرار خواهد گرفت. پس بنابراین هر تغییری در ناحیه تاجی بخواید انجام بدید، موظف هستید که درمان مجدد رو انجام بدید. بذاریم وارد بحث شیرین پرونده‌های پزشکی بشیم، تا شکایت‌های پزشکی قانونی. این دندون رو اگر شما کرام کنید بدون اینکه براش درمان مجدد رو انجام بدید و بعد از کران دندون آبسه بکنه و بیاد
در واقع بیمار شکایت بکنه، خب شما به کمیسیون که مراجعه بکنید احتمالاً اول توجیهتون اینه خب این دندون 10 سال ضایعه نداده بود، منم گفتم خب دیگه پس دیگه ضایعه نمیده بچه. اونجا شما کاملا محکوم هستید، کاملا شما محکوم هستید به اینکه بایستی در واقع حالا اگر دندون کشیدنی بشه دیه اون رو، اگر دندون نیاز به درمان مجدد و حالا کار درمان‌های اضافه داشته باشه محکوم به ارش خواهید شد. از بنابراین حضور یا عدم حضور ضایعه پراپیکال در دندان درمان ریشه ناقص چیزی نداره، در واقع نیازی به ببخشید به درمان مجدد رو حتما خواهد داشت با هر تغییر. حالا یه سوالی ممکنه اینجا پیش بیاد، یه مریض اومدن برای چکاپ، شیشه پایینش عین همین، این یه ذره البته پوسیدگی داره، فرض کنید این پوسیدگی رو نداشته باشه، نگاه میکنید رود کانال ناقص. بذارید در مورد همون هفته صحبت بکنم چون این شیشه یه ضایعه کوچیک داره، در مورد همین هفته صحبت میکنم. میادش این وضعیت رو نداره، ترمیم کامل یا کرون کامل فیت ردیف بدون هیچ گونه پوسیدگی تاجی، ترمیم رو نگاه میکنید اوکی، رود کانال نگاه میکنید افتضاحه، پراپیکال نگاه میکنید نجیب بوده، اتفاقی براش نیفتاده. آیا این رو هم بریم درمان مجدد بکنیم؟ اینو تکسای ما میگن نه لازم نیست. اگر تغییری در رستورشن تاجی نمیخواید بدید اینو لازم نیست فعلا دستش بزنید، بیمار رو آسیجت بکنید، ولی خب به هر حال مثلا در همچین دندونی ممکنه موفقیت طولانی مدت درمان زیاد نباشه، اصلا امکان درمان مجدد مناسب نباشه، اینجا در فایل شکسته میاد، اینجا پر لجه و بنابراین اونها رو لازم نیست انجام بدیم، براش جزء ایندیکیشن ها قرار نمیگیره. اما کنترا ایندیکیشن ها چی هستش؟ ورتیکال فرکچر مثل این یک ضایعه‌ای که ببینید تخریب استخوان اینجا یه پاکت خیلی عمیقی داده، منفرد هم هستش و تشخیص ورتیکال فرکچر داده شده، دیگه اینو کارش نمیشه. وضعیت پریودونتال خیلی داغون مثل همین چیزی، اون تو چیکارش می‌خواد بکنه؟ چرا می‌خواد استخوان سازی بکنه؟ اینجا دیگه پر پاکته. دندونی که طبیعتاً غیر قابل بازسازی باشه، از بین رفته باشه، دندونی که نان رستوربل باشه، اکسسمون سخت باشه، من چجوری این پست به این گردن کلفتی رو در بیارم برسم به ناحیه اپیکال؟ این دیگه درمانمون میره در کاتگوری‌های دیگه، حالا واردش نمیشه. ریزوربشن های خیلی شدید مثل این، حالا البته ریتریت نیستش، ریزوربشن خیلی شدیدی داره دیگه، اینم میره در واقع در رده نان رستوربل ها. ببخشید محدودیت های آناتومیک، دندون های نان استراتژیک، مثلا این دندون عقل چه دندونیه، چه درده کی میخوره، من میبینم ریتریتش بکنم که چجوریه، یا یه آناتومی عجیب غریب با لج که خب من واقعا میدونم که قرار نیست برای دندون اتفاق بیفته، خب برای چی برم سراغش؟ و نهایتا در واقع کسایی بیمارانی که مشکل تی ام جی دیسلوکیشن دارن مثلا نمیتونه دندونشو باز بکنه، اگه باز کنه ممکنه که شما دسترسی چیزی نداشته باشید، دسترسی مناسبی داشته باشید به فرضاً برای اینکه بخواید انجامش بدید. میدونید مثلا وقتی مقدار زیادی رود کانال مجدد انجام داده باشید میفهمید خودتون که این دندون قابل دسترسی نیستش، پس اینا جزء کنترا ایندیکیشن هاش حساب میشه. در درمانمون چی هستش؟ ما در درمان مجدد ریشه قرار هستش که چه کارهایی انجام، یعنی در واقع در ایندیکیشن های درمان مجدد ریشه چیکار میکنه؟ اول دوینگ ناتینگ، چیکار؟ هیچ کاری انجام نمیدیم. دندون رود کانال ناقص داره، دوینگ ناتینگ چی؟ همون مثالی که دو تا اسلاید قبلی براتون گفتم، دندون ترمیم تاجی مناسب داره، ضایعه پراپیکال نداره، درد تورم نداره، فیستول نداره، هیچ چی نداره، دوینگ ناتینگ هیچ کاریش نداره. مریض میگه میفتیم به جون دندون طرف، دندونی که براش کار میکنه ممکنه 15 سال دیگه هم کار بکنه، رو بیام کار بکنم، موفقیت آمیز هم نباشه، دندونم کشیدنی بشه. شما جای مریض باشه چی فکر میکنید؟ دندون رو بکشیم. یه راه دیگه هستش، بیمار میگه من فرض کنید که ایران زندگی نمیکنم، باید مرتب برم بیام، ممکنه سفر زیاد میکنم، ممکنه تو سفر یه وقت درگیرم بکنه، دندونی که مشخص نیست پاسخش چی باشه، بکشیم پلنتش بگذاریم. اینم یه آپشن درمانیه. یادمون باشه در دندون‌های درمان مجدد ریشه که ضایعه پراپیکال وجود دارد، در بهترین حالت میزان موفقیت ما حدود 80%، ولی خب یه ایمپلنت خوب ممکنه که نزدیک 97-98% میزان موفقیت داشته باشه. خب این دیگه انتخاب بیمار هستش، ما باید آپشن رو به بیمار بدیم، بگیم بهش که این میزان موفقیتش در 20% کمتر هستش، این دیگه انتخاب اونه. شاید بگه نه من میکشم ایمپلنت میکنم. الان با توجه به تنوعی که در ایمپلنت ها وجود داره، یه وقتایی یه درمان مجدد احیانا اگر به سی ال نیاز داشته باشه و کران ممکنه که قیمتش نزدیکی به قیمت ایمپلنت باشه و بیمار باید این رو در نظر داشته باشه. نان سرجیکال تریتمنت، درمان مجددش که بحثمون هستش، و نهایتا درمان‌های جراحی که حالا اینجا بهش نمی‌پردازیم. اینا آپشن‌های درمانی ماست در برخورد با مواردی که ما درمان ریشه اولیه‌مون شکست خورده یا موفقیت آمیز نبوده یا خوب نبوده. هدفمون چی هستش در نان سرجیکال
ریتریتمنت این هستش که ما 2 مرتبه اکسس بزنیم، برسیم به نوای پراکتیکال، اونجا رو پاکسازی بکنیم، همون کارهایی که در درمان اولیه انجام میدادیم رو تکرارش بکنیم، در چیزای قبلی رو خارج بکنیم و پروسه شستشون رو انجام بدیم و نهایتا کانال رو سیل بکنیم. اون چیزی هستش، کاری هستش که ما در درمان اولیه انجام میدیم، در درمان ریتریتمنت هم این هستش. مراحل کارمون به چه ترتیب هستش؟ اول کورونال اکسسمون رو که حالا توی درمان مجددش بهش میگن کورونال دیس اسمبلی، حالا احتمالاً بیشتر با این در واقع ازش واژه یاد میکنیم به عنوان اکسس کاویتی، 2 مرتبه اون رو درستش کنیم اگه سختی وجود داره، اگر که اینا هستش اینا رو همه رو ترمیم‌های قبلی رو خارج بکنیم، روت فرینگ متریال رو واسه همشون رو خارج بکنیم. یادمون باشه کوچکترین ذره‌ای از مواد سیلر و گوتوپرفکت داخل کانال بمونه، مواد شسته شده‌اندمون به ناحیه اون ناحیه نمیرسن و اونجا میشه یک مرجع و یک مأخذی برای اینکه 2 مرتبه درمانمون شکست بخوره. سیل کانال و نهایتاً در واقع به حضور شما رستور کردن مجددش. این کاری هستش که ما در درمان مجدد انجام میدیم. خب خیلی چیزا نیستش. ما موقعی که میخوایم کورونال دیس اسمبلی بکنیم یا اکسس ریتریتمنتمون رو بزنیم، اول واسه که حالا اگر دندون کران داشته باشه، که اول واسه که فول کاورج رستوریشن رو خارج کنیم، کور متریالمون رو خارج بکنیم و احیانا اگر پستی هم در داخل کانال هستش ما اون رو درش بیاریم. این 3 مرحله کورونال دیس اسمبلی هستش که حالا بسته به اینکه هر کدوم اینا رو داشته باشه، ممکنه یه دندونی فقط ترمیم داشته باشه که ترمیمش خارج می‌کنیم، ممکنه یه دندونی هر ستای اینها رو داشته باشه. اینا کارهایی هستش که ما براشون انجام میدیم. حالا ممکنه که در واقع تو ذهن بعضیا پیش بیاد که ما بیایم اکسسمون رو از روی روکش بزنیم، یا بیایم فرض کنید یه ترمیم امودی وجود داره، بیام مزیال و دیستالش رو بذارم، اکسس عادی از وسط دندون بذارم. یه مشکلی در رابطه با اینا وجود داره. خیلی نمیتونیم قسم بخوریم رو کیفیت ترمیم ها و چیزای قبلی. یه چیزی رو همیشه باید تو ذهنمون باشه، ما نگاه بکنیم یه روت کانال ناقصی که می‌بینی طرف افتضاح انجام داده، نفر قبلی انجام داده، احتمالاً کسی با این دست و پنجه احتمالاً ترمیماش هم ممکنه یه ایرادی داشته باشه، ولی اینکه تو رادیوگرافی ما ممکنه که همه چیز اوکی به نظر برسه ها، ولی در حالت عادی ما احتمالاً باید شک بکنیم به ترمیمش. چرا؟ پور مارجینال اداپتیشن دیگه این چیزی که تو رادیوگرافی دیده نمیشه دیگه. لیکیج چیزی نیستش که مولکول و حالا تو مطالعات میگن باکتریال لیکیج و گلوکوز لیکیج و متیل مولو لیکیج و حالا یا دای لیکیج رو میان بررسی کنن، چیزایی که زیر میکروسکوپ دیده میشه با چشم تو رادیوگرافی، اینا که دیده نمیشه. حتی اینا ممکنه با میکروسکوپ‌های کاریمون یا با لوپامون هم دیده نشه. پوسیدگی‌های ثانویه‌ای که ممکنه در زاویه‌ای باشه که مثلا اینا رو نبینیمش. یه نکته خیلی مهم، نکته سوم هستش، اصولاً ترمیمی که روی دندان قرار دارد ممکنه که پوزیشن دندون رو از پوزیشن واقعیش رو از ما قایم کرده باشه. فرض کنید یه دندونی که اومده لامینیت داره، یک دندونی که اومده کامپوزیت ونیر داده، آناتومی دندونه رو تغییرش داده و ما ممکنه متوجه نشیم. فرضاً این دندون یه مقداری روتیت هستش. خب وقتی این دندون یه مقداری روتیت هستش و من با کامپوزیت اینو صافش کردم، من وضعیت فعلیش رو میبینم، وضعیت واقعیش رو ممکنه نبینم. خیلی راحت این برای خود من هم اتفاق افتاده. دندون‌هایی رو که اومدم در خلال ترمیمشون این کار رو انجام بدم، حتی دچار پرفوریشن شدم. آدم در یوتیوب میتونه مقدار واقعیت‌ها رو، هرچی ما در فیسبوک و اینستاگرام خالی می‌بندیم، در یوتیوب دیگه خیلی نمیتونیم خالی ببندیم، باید واقعیت‌ها رو بگیم. چون من واقعیتش اعتقاد دارم مثلا موو کردن من از اینستاگرام به یوتیوب این است که مثلا من اصلا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام هیچ آموزشی برای شما ندارن و اگه شما تا این لحظه یا 20 دقیقه تحمل کردید و رسیدید به اینجای صحبت‌های من، بایستی این رو خدمتتون بگم که کار درست رو شما دارید میکنید. اینستاگرام براتون آموزش ندارد. اینستاگرام پر از ریلز و چیزای کوتاهی که تمرکز کافی برای شما ایجاد نمیکنه. ولی اگه شما به این نقطه از صحبت‌های من رسیدید و دارید گوش میدید، بدونید از اینجا احتمالاً آموزش با خودتون میبرید. بحث یه ذره منحرف شد، برگردیم سر داستان. گفتم در یوتیوب واقعیت ها رو من میتونم بگم، در اینستاگرام نه. در اینستاگرام تابلومون هستش. بله من همین اتفاق برام افتاده که دندون رو گفتم که ترمیمش خوبه، بیام از وسط ترمیمش اکسسم رو بزنم و به خاطر تغییری که اون ترمیم در اورینتیشن دندون داده بوده من اشتباه کردم و پرفوره کردم. این خیلی نکته مهمه که ما اگر که کل ترمیم رو برداریم احتمالاً خطاهامون کمتر میشه. و نهایتاً این که بحث فانکشن و استاتیک مطرح هستش. اگر این دوتا رو بذاریم کنار، بهتره که ترمیم ها رو برداریم. بله طبیعتاً برداشتن لامینیت یه خانم جوان برای ایجاد حفره اکسس خیلی کار سختیه، احتمالاً قبول نمیکنه،
و این رو ما مجبوریم که رعایتش بکنیم. بسیار خوب، بریم اسلاید بعدی. به حضور شما که ریاکسس میزنیم از پالپ چمبرمون و ترمیم قبلیمون در چه صورتی؟ در صورتی که دندون فانکشنال باشه، دندون ترمیمش ول فیت باشه و از نظر استاتیکی معمول باشه. تکرار صحبت های اسلاید بعدی هستش. حالا ما میخوایم روکش رو خارج بکنیم. فرض کنیم که دیگه تصمیم بر این شد که روکش رو ما خارج بکنیم. چند تا چیز رو ما بایستی که بهش دقت بکنیم. اولا preparation type نوعمون، یعنی باید نگاه بکنیم به اینکه رستوریشنمون چیه. خب حالا من البته سال‌هاست از این داستان فاصله گرفتم. فرض کنید که در رستوریشن پی اف ام ما دیپ چمفر تراش میدیم، ولی در رستوریشن های در واقع فول پورسلنمون تراش هامون به صورت در واقع موازی هستش و یک لبه‌ای داره که یه ذره داستان رو ممکنه سخت‌تر بکنه. نوع پرپریشنمون میتونه تاثیرگذار باشه که من چجوری این کرانه رو درش بیارم. نوع دیزاینمون، مقاومتش، معمولا دندون‌هایی که تاج کوتاهی دارن کرانشون راحت‌تر خارج میشن، دندون‌های بلند خیلی ممکنه که ما رو دچار مشکل بکنن. نوع متریالمون، متریال های پی اف ام اصولا نسبت به متریال های مثلا مثل زیرکونیا اینا خیلی راحت تر دارن. زیرکونیا رو باید کلا خوردش بکنی تا در بیاد. معمولا اگه خوبم باند شده باشه با چیزای مثل آرچ کرون اینا در نمیاد. نوع سمنتمون، طبیعتا سمنت های مثل زینک فسفات یا پلیکربوکسیلات راحت ترن تا اونایی که باندینگ هستن. و نوع دیوایس ها، ببینیم چه دیوایس هایی وجود دارد برای خارج کردن کران هامون. ما یه مدل دیوایس ها گراسپینگ داریم، یعنی گیره‌ایه. چجوریه؟ یه چیزی شبیه به فورسپس میمونه و یه چیزای لاستیکی اینجاهاش داره. یا بعضی موقع ها این لاستیک ها که خراب میشه میان از گاز استرین، گازهای کوچیک رو میان چند لایه میگذارن بین اینها که بتونه در واقع اینا خارج کنه. اینا وقتی موقعی که به هم میرسونیم لبه‌هاش بینشون فاصله داره و این وجود این در واقع قطعات پلاستیکی یا اون گازی که میگذاریم برای اینکه رستوریشنمون ایرادی براش پیش نیاد اینجوری میگیریم، ولی مثلا این با گاز و حتی بعضی با فورسپس این کارو انجام میدن. من خودم خیلی حس خوبی ندارم، احساس میکنم که تاج دندون رو ممکنه بشکنه، ولی دیدم بعضی از همکاران اساتید با استفاده از این کار رو انجام میدن. ابزار دیگه ای که داریم ابزارهای پرکاسیو هستن. ضربه هم آرچ کران ها میذاریم، مطابق قشنگ گیر کافی داشته باشه، یادمون باشه ضربه متعادل میزنیم، نه اینکه چشش گرد چنقدر کنده. دو مدل هم هست، اون دستیش مثل همینایی که احتمالاً دیدید. یه نوعش هم هستش که در واقع موتورایز، این سر ایر موتور میخوره و شروع میکنه اون ضربه رو تق 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 زدن و سری‌های مختلف داره. تمام این سری‌هایی که تو این هستش رو اونجا هم داره. یه مدلی هم داره که یه وایرهایی داره، این وایرها میره زیر بریج ها و میکشه اینا رو بیرون. من خودم خیلی حقیقتش از این که مثلا بریج رو بخوام اینجوری در بیارم استفاده نکردم. از ابزارهای پرکاسیو اغلب موارد استفاده میکنم، ولی اینایی که میخواد مثلا زیر بریج بره و ضربه بزنه و اینا رو یه ذره ترس دارم. و واقعیتش این هستش که من همیشه اگر بتونم یه گیر مناسبی اون هوکر رو بتونم قشنگ زیر دندون بندازم، با 2-3 تا ضربه اگر که کران در بیاد در میاد، با 2-3 تا ضربه متعادل. اگر در نیاد مطمئن باشید تلاش اضافه فقط خسته کردن خودتون و بیمار هستش و ممکنه یه ضربه بی هوا بزنید و کران با تاجش بشکنه و در بیاد و ممکنه یه دندونی که کاملا قابل نگهداری هستش از جای بشکنه که دیگه نان رستوربل باشه. پس بنابراین اینو بهتون خواهش می‌کنم که حواستون رو جمع بکنید. اکتیو اینسترومنت ها هم هستن. اکتیو اینسترومنت ها چجوری ان میان؟ اونم باز خراب میکنن البته کران رو. میان یا با فرز یه چیزی ایجاد میکنن یا سوراخ روی دندون ایجاد میکنن، اینو پیچ میکنن داخلش با یه چیزی که وسیله که مخصوص خودش هستش اهرم میکنه. من تو ایران اینو ندیدم، ولی اینو برای اینکه میخوام در واقع چیزی که در این یوتیوب میگذارم کامل باشه گفتم بدون اگر کسی خارج از کشور ایرانی یا خارج از کشور هستن یا ندیدن همچین چیزی بدونن که چه جوری هستش. به این ترتیب پیچ اول یه سوراخ ایجاد میکنن، بعد اینو داخلش پیچ میکنن، اهرم میکنن و خارجش میکنن. اما خود من چه کار انجام میدم؟ راه دیگه و راه شاید چیزتر از همه، به شرطی که بحث زیبایی و نمیدونم این چیزا مطرح نباشه و مریض باشه اوکی باشه، بریدن داستان هستش و استفاده از این الیواتورها. حالا ببینیم الیواتورها چیکار میکنه. ما میایم در سمت باکال دندون به سمت تاج، میایم یه همچین خط عمودی رو روی روکش ایجاد میکنیم و بعد با کمک من اجازه بدید که برگردم. حالا اگه برگرده
نمیدونم چرا بر نمیگرده. دیدید دیگه یه چیز، حالا اسلایداشو بعد میذارم تو اسلایدر هستش، یا چیز ضرب دری هستش یا اصلا الیواتور معمولی میگذاریم وسط اینجایی که باز کردیم یه کوچولو چپ و راستش که بکنیم معمولا هم اول پورسلنش جدا میشه و بعد راحت خارج میشه. این راه سیف تریه واقعا که از راه اگریسیو به نظر میرسه، ولی یه راه سیف تریه. فقط یادتون باشه عمقش باید اونقدر باشه که کامل فلزش یا حالا به اون زیرکنیاها چیز بشه، کاملا برسه به دندون و بعدم که اینو قشنگ با یه تکون میشکنه. توی اینا معمولا پورسلنش میشکنه و بقیه کران قسمت فلزیش در میاد. توی زیرکنیاها و در واقع فول سرام ها معمولا وقتی که این کار میکنید تقی وسط جدا میشه، دو تا نصف اصلا جدا میشه و میاد بیرون. من توی فول سرام ها بهتون توصیه میکنم، زیرکنی‌ها توصیه میکنم حتما از این روش استفاده بکنید. معمولا کمتر دیدم زیرکنی‌ها با آرچ کران خارج بشه و این روش کاملا سیفی هم هستش. حالا راه دیگه هم هست که خودتون دیگه کار پروتزینام احتمالاً انجام میدید در جریانید. اگر که مثلا در نواحی زیبایی بود میتونید قبل از اینکه شروع کنید به بریدن یه قالب پوتی ازش بگیرید و بعد ببرید بندازید دور، با یه آکریل براش یه موقتی درست بکنید. این حالا من خودم چون این کار رو انجام نمیدم از بیمار میخوام قبلش بره، یا خودم قالب پوتی رو میگیرم کرانو میبرم میندازم دور، قالب پوتی رو میدم به بیمار میگم برو پیش دکتر برات یه دونه کران موقت درست کن. و مرحله بعدی خب بعد از که کران رو خارج کردیم میرسیم به پست ریمووال. جهت اینکه ویدیومون هم خیلی بلند و بالا نشه من اجازه بدید که خارج کردن پست با توجه به اینکه نکات مهمی هم داره اجازه بدید که در ویدیوی قسمت سوم در رابطش بحث بکنم. ممنونم که تا اینجا حضور داشتید، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. اگر که این کانال به دردتون خورده لطف میکنید که سابسکرایب کنید و اون رو به همکاران دیگه‌تون هم نشون بدید. تا بعد، خدا نگهدار.